خب عرض ادب، 3 دسامبر 2024 قاسم رضوی هستم با تحلیل شاخص داو جونز. شاخص داو جونز همونطور که ملاحظه میکنید اینجا به یک ناحیه نقدینگی خورده که در واقع اوردر بلاک هستش. اینجا دقت داشته باشید، روی اوردر بلاک واکنش نشون داده و برگشته به سمت بالا. من خودم انتظار این رو دارم که شاخص داو جونز به این حوالی برسه، ولی ظاهراً یه مقدار پایین‌تر نقدینگی، این نقدینگی که اینجا بوده روی این کندل قیمت رو ریجکت کرده. دقت داشته باشید نقدینگی این کندل میشه اینجا، میشه 86% این کندل ریجکت کرده 78%ش قیمت رو. خب باید ببینیم که مارکت که باز میشه چه اتفاقی قراره بیفته، بازار چی رو میخواد در واقع پرایس کنه. به نظر من 2 تا سناریو دارم برای باز شدن بازار. خب سناریو اول اینه که قیمت یه واکنش به اینجا بده، برگرده بالا، روی این شونه اینجاها یه واکنش بده، برگرده بیاد پایین، روی این قسمت، روی این سطوح، از اینجا داو جونز روی ناحیه 40000 41000 شروع بکنه به یک حرکت عجیب و غریب صعودی. این انتظار رو من برای شاخص داو جونز واقعیتش دارم و اینجا میتونه شروع یک حرکت صعودی برای داو جونز باشه، اما به شرط اینکه قیمت از اینجا بیاد بالا تو این حوالی، ترجیحاً اگر این سقف رو هم بزنه که خیلی خوبه، ولی خب باید تیکه تیکه بازار رو بررسی کنیم، هر کدوم یک مفهومی میده. اگر از اینجا مستقیم بیاد اینجا، اگر مستقیم بیاد اینجا بره بالا، ممکنه بیاد اینجا، از اینجا بره بالا، مجرد از اینجا بیفته. اما اگر از همین جایی که الان هست، از همین جایی که الان هست بیاد این بالا، اینجا نقدینگی رو، این نقدینگی اینجا رو خرج کنه و برگرده بیاد پایین، اینجا بهترین نقطه برای لانگ کردن داو جونز روی قیمت 41000 هستش. خیلی پیچیده‌اش نمیخوام بکنم، حالا نمیخوام برم تو فیلدهای تخصصی تر چون نیازی نمیبینم، اصلا نیازی نمیبینم به این کار، ولی خب اینجا ما روی یک هوک هستیم. این هوک خیلی مهمه، خیلی مهمه. پس با باز شدن مارکت باید ببینیم که کدوم سناریو قرار اتفاق بیفته. پس اگر این سناریو اتفاق افتاد و اینجا که میشه الگوی QM، یک QM خیلی زیبا اینجا میده و میتونه ریزش کنه. تارگت این الگو کجا هستش؟ دقیقاً اینجا هست، این حوالی هستش. یعنی باید به این صورت شاخص بریزه. یعنی اگر ما اینجا یک سقف داشته باشیم و اینجا یک کف داشته باشیم، تو این حوالی باید قیمت بریزه. یعنی قیمت برگرده اینجا، از اینجا آروم آروم بیاد اینجا، بخوره بیفته اینجا. اینجا که افتاد، اینجا یه دونه کف داریم که این یکو درست کرده و این کف این دو رو درست کرده و اینجا 3 میشه شاخص داو جونز و اینجا میتونه یک رلی عجیب و غریب به سمت بالا بکنه، به شرطی که این میاد بالا 1 و 2 درست بکنه. خب این تحلیل شاخص داو جونز مختصر و مفید، خیلی پیچیده‌اش نکردم، لزومی نمیبینم به پیچیده کردنش. ما 2 تا ناحیه داریم و این ناحیه و این ناحیه، باید ببینیم قیمت اول به کدوم سمت میره، اینجا رو میزنه یا اول اینجا رو میزنه. خیلی پس برام مهمه. خیلی متشکرم، امیدوارم که روز، هفته و سال معاملاتی خوبی رو در سال 2025 تجربه بکنی، معاملات خوبی رو داشته باشی، مراقب خودت باش، شب و روز خوش. امیدوارم این تحلیل مفید و کوتاه به کارت بیاد. مرسی.